عفت ذات الأصابع فالجباء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، از حضرت عیاض بن حمار رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: خداوند به من وحی فرمود که نسبت به همدیگر متواضع باشید، یعنی فروتن و شکسته حال باشید، تا کسی بر دیگر تکبری نکند و یکی بر دیگر ظلم و ستم ننماید. روایت مسلم. معنی تکبری خود را از دیگران بالا و برتر دانستن است. اگر انسان خود را از دیگران بالا و برتر بداند و دیگران را حقیر و پست شمارد، بر ظلم و ستم آنها جرأت پیدا می کند. به همین خاطر شریعت اسلام تشویق به تواضع و فروتنی کرده تکبری و خودپسندی را تنقید و مذمت می کند. در آیات و احادیث بیشماری نیز برای انسانهای ظالم و متکبر وعیدهای سخت وارد شده است. العیاذ بالله. से उन पे हर दम दुरूद आया, सलाम आया उतर के अर्शे फलक पे तारे